در جلسه محدود نزد رئیس شهر خاروق میرزانبوت علیشیر خدابردی اشتراک داشتند سردار کارخانه خواجگی منزلی کمونالی شهر، سردار کارخانه تامینات آب و کانالیزاسیون شهر خاروق، شعبه ریاست خدمات نقلیات دولتی در شهر خاروق، سردار بازرسی دولتی اتومبیلی مرکزی ولایت، نماینده فیلیال جمعیت شکل گشاده پوچته تاجیک ولایت مختار کیستان بدخشان منطقه رقم 12 در شهر خاروق، دیرکتور جمعیت داروی مسئولیتش محدود مدد، نماینده جمعیت داروی مسئولیتش محدود تجارت 16، نمایندگی شرکت برقی پامیر انرژی، مهندسان نظارتچی و دیگر متخصصان مربوط به لایحه بهسازی نظام آب تامین‌کنی در تاجیکستان مرحله 2 شهر خاروق. مسئله تحلیل گردیده مشورت کاری این زینه به زینه عملی شوی لایحه بهسازی نظام آب تامین‌کنی در تاجیکستان مرحله 2 شهر خاروق بود که وابسته به آن فکر و اندیشه متخصصان شنیده شده، وابسته به پیشبرد کار از جانب رئیس شهر سپارش‌های قطعی داده شدند. گفته شد که مرحله یکم این لایحه بنیاد و مورد استفاده قرار گرفتن خط آبگذر باغیفدره خاروق بود که پورا عملی گردیده. امروزها مورد عمل قرار گرفتن مرحله دوم این لایحه در حدود شهر خاروق دوام دارد. مبلغ گذار لایحه بانک اروپایی تجدید و رشد بوده در مجموع 4 میلیون دلار آمریکایی برای عملی سازی آن مصرف کرده می شود. 2 میلیون دلار این مبلغ به طور گرانت و 2 میلیون دلار دیگر آن همچون قرض کردیتی پیش بینی گردیده است. عملی شوی لایحه از سال 2014 آغاز یافته باید که تا سال 2022 پورا به انجام رسانیده شود. در این مشورت اطلاع داده شد که شروع از 10 می سال جاری طبق کارهای علاوگی لایحه قبرهای خط آبگذر آشامیدنی و قبرهای کانالیزاسیونی در قسمت از محله خچوردیف تا اداره رادیو و تلویزیون ولایت مختار کیستان بدخشان عوض و از نفسازی کرده می شوند. کورو ارخیلند از 55% تا 65% اجرا شده استودند و این زمان مسئله گذاری شد که باید که از روز دوشنبه قبور آب و کانالیزاسیون از مرکز شهر گذراندن رو کورو سر کنیم. قبورهای مرکز شهر سالوی 55 ساخته شدگی بودند و تا حاضر ممکن که 60% آب زمین رفته است. قبورها پر را فرسوده شدگی اند این طرف رو. برای من عذر از قبورهای پولی اتلینی موامن قسمت رو از طرف خانه و فایست و محله خچوردیف اینا علش میکنیم. قید گردید که قبور کانالیزاسیون در قسمت راه اساسی 536 متر و قبور آبگذر در قسمت راه اساسی تا محله سیف الله عبدالله زیاده از 2 کیلومتر را تشکیل می نماید. گفته شد که از ماه‌های فصل تیر ماه حساب کنک‌های آبچین کننده در برخی از قسمت‌های شهر خاروق نصب کرده می‌شوند. رئیس شهر خاروق علیشیر میرزانبوت خدابردی سپارش داد که کار عوض نمودن قبورها از تاریخ 10 می از ساعت 7 بیگاه تا ساعت 7 صبح راه‌اندازی بگردد. رئیس شهر به هر یک اداره نسبت ترتیب پیشبرد کار، صفت اجرای کار، مانع نرسانیدن به فعالیت راه بین المللی در حدود شهر خاروق، راه ندادن به تنبشوی نقلیات سپارش قطعی داده تاکید نمود که عوض نمودن قبورها نه یک و یک باره بلکه قسم به قسم راه اندازی بگردند. آب برای شهر خاروق برای 30,000 مردم شهر خاروق بسنده است برای از روی میارو، لیکن در حقیقت باشد عذر حساب کردگیم که قریب 15,000 آب داخل شهر می شود و قسمت پایانی شهر بغیر از این آب داخل شدگی با آب هم ندارند. انا همه این مسئله و قطعی این لویا باید که نورا با یک ترتیب معین دارند. محله خچوردیف سالوی دروز نه عموما کانالیزاسیون ندارند و رئیس شهر خاروق کوروی لوگی لویا با داخل کردند و شرکت مدد که دیرکتورشون ایدر محمد فیوان است و یا هم از محله خچوردیف تو امنیت ملی ولایت قبور کانالیزاسیون وصل میکنند. اشتراکداران جلسه محدود قید نمودند که